ونزوئلا یک کشور عضو سازمان ملل متحد هست و قاعدتاً همه از حق ذاتی برای دفاع از خودش در برابر هر گونه تهدید و تعرض خارجی برخوردار هست. ما بارها با ونزوئلا اعلام همبستگی کردیم به خاطر اینکه اتفاقی که در نیمکره غربی داره میفته یک اقدام مبتنی بر زور هست، مصداق خیلی روشن قلدرمآبی در سطح بین‌المللی است. هیچ توجیه و دلیلی برای اقدامات تهدیدآمیز و توسل به زور علیه این کشور وجود نداره. در سطوح مختلف بین‌المللی و چند جانبه ما با ونزوئلا و چین و روسیه همکاری داریم. ونزوئلا یکی از کشورهای پیشرو در جنبش عدم تعهد هست. ونزوئلا یکی از کشورهای عضو گروه دوستان منشور سازمان ملل متحد هست. در نیویورک و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری و هماهنگی داریم با این کشور. اعتقاد داریم که آنچه علیه ونزوئلا در حال وقوع است، در صورتی که با مقاومت و اقدام جامعه بین‌المللی مواجه نشه، میتواند سنگ بنای قانون شکنی جدیدی رو در سطح بین‌المللی بگذاره و بنابراین وظیفه همه دولت هاست که در برابر نقض اصول و قواعد سازمان ملل متحد موضع بگیرند.